یک تاریخچه بسیار ساده. ما قبلا گفتم که تاریخچه مدیریت و رهبری شاید طولانی باشه، اما در مورد تاریخچه AI گفتم میتونم که AI در سال 1956 تقریبا یعنی به وجود آمد و در 1990 اوایل AI بود. برای تحقیق در مورد AI را باز کردن و در سال 2000 یعنی از امروز تقریبا 24 یا 23 سال قبل دیتا ارائه بود که پاورفول پروسسور و بیگ دیتا به وجود آمد و بالاخره یک راه دیگه برای AI باز کردن. از سال 2010 تا به امروز AI در هر چیز داخل میشه، تقریبا داخل شده در مورد صحت، در مورد کلایمت ساینس و همچنان در مورد مسائل اجتماعی و مسائل سکیوریتی. شاید حتی AI روز به روز به وجود بیاید و بالاخره از AI استفاده صورت میگیره. گفتم میتونم که AI یعنی تقریبا 70 سال کم و بیش تاریخچه داره، اما از سال 2010 به امروز AI بسیار پیشرفت کرد و یکی از مدل های AI گفتم میتونم که چت جی پی تی بود در سال 2020 و بعد از اون که در مورد AI یعنی یک راه برای شهرت باز کردن تقریبا در سالهای اخیر بود. یک تاریخچه خلاصه بود